کلیگ پرونده های جنایتی دادگاه عالی تاجیکستان با حکم خود از 2 سپتامبر سال 2022 احشانقلوف با بونظر فیض اولایویچ را بر اساس ماده های 104 قسم 2 بندهای زئی و 249 قسم 4 بندهای ب و کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان در کشتار و غارتگری گناهکار دانسته به 20 سال و 24 روز محبس نظامش سخت محکوم کرد. احشانقلوف سال 2017 در روسیه امروز با یک گروه دیگری از شهروندان تاجیکستان دست به کشتار و غارت یک خانواده در ولایت کلوگا زده. بعد آن به تاجیکستان فرار میکند. او را در تاجیکستان از زندان پیدا کردن. معلوم شد که احشانقلوف بعد از روسیه برگشتنش به اعمال جنایی ادامه داده در تاجیکستان برای دزدی دستگیر و بر اساس ماده 244 محکوم به 2 سال و 6 ماه زندان شده بود. مرکز مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان روز 22 سپتامبر سال 2022 برخی از جزئیات این پرونده را نشر کرد. بنا به این گزارش در رفت تفتیش پیشکی و بررسی سودی معین کرده شده است که احشانقلوف هنگام در مهاجرت مهنتی در شهر مسکو روسیه بودنش تخمینا اولهای ماه ایول سال 2017 به پیشنهاد شناسش عبدالستارزاده درباره عملی نمودن قصد جنایتی با همراهی شناسایش شهروندان جمهوری تاجیکستان امام نظروف، احشانقلوف، شریپوف، علیموف، نبییف، کریموف و میرزویف اوید صادر نمودن جنایت‌های روزانه در حدود نویه دژرزینسکی ولایت کلوگا روزی شده بین اعضاهای گروه جنایتی نقش هر یک اشتراکچی جنایتی را معین نمودند. سپس در 2 ماشین سوار شده به شهر کلوگا آمده اطراف خانه‌ای که به آن مقصد هجوم کردن را داشتن از نظر گذرانیده باوری اصل نمودند که ساکنان این خانه خواب میباشند. بعد این جنایتکاران روی خود را با نقاب‌های طبی پوشانده پنهانی وارد حولی شده و بعدا به شهروند کلتسوف که به سن اولی میبراید حمله نموده با بیل در دستش بوده به قسمت سر او یک مرتبه ضربه میزنند که در نتیجه این ضربه کلتسوف به زمین میافتد. احشانقلوف باشد برای اجرای قصد جنایی عمومی که به کشتار کلتسوف روانه شده بود با سیم متالی که در دستش بود چند مرتبه دیگر به قسم‌های گوناگون بدن کلتسوف ضربه زده به او جراحت‌های جسمانی میرساند و در نتیجه کلتسوف بعد 3 روز این حادثه 12 ایول سال 2017 در بیمارخانه وفات کرده است. بعد صادر نمودن این جنایت مخصوصا وزنین احشانقلوف و دیگر شریکان او از جای حادثه غیب زده 400,000 روبل بارای جنایتی به دست آوردهشان را بین خود تقسیم نمودند. رهبر گروه جنایتی عبدالستارزاده و همچنین احشانقلوف و میرزویف با مقصد از جوابگری جنایتی دور و پنهان شدن از تفتیشات و سود 11 ایول سال 2017 توسط خط سیر مسکو دوشنبه به جمهوری تاجیکستان میآیند. از جانب کارمندان کمیته تفتیشاتی روسیه این جنایت آشکار و چند عامل آن امام نظروف، احشانقلوف، شریپوف، علیموف، نبییف، کریموف به جوابگری جنایی کشیده شده محکوم به زندان شدند و حالا در روسیه ادای جزا نموده ایستادند. عبدالستارزاده، احشانقلوف و میرزویف باشد تحت گفتگو رسمی اعلام گردیده در نتیجه همکاری‌های مقامات روسیه و تاجیکستان معین کرده شد که احشانقلوف با حکم دادگاه شهر وحدت از 1 ایول سال 2020 بر اساس ماده 244 قسم 2 بندهای ا ب و به مهلت 2 سال و 6 ماه محکوم گردیده ادای جزا میکرده است. بنابراین قسم مواد پرونده جنایتی نسبت به احشانقلوف برای اندیشیدن چاره‌های قانونی به مقامات پروکراتور جمهوری تاجیکستان ارسال گردیده نام برده مورد تعقیب جنایتی قرار گرفت و بعد انجام تفتیشات پرونده او دادگاه عالی با بونظروف را به 20 سال و 24 روز زندان محکوم کرد. درباره به کجا رسیدن کوفتکوب عبدالستارزاده و میرزویف که نیز به تاجیکستان فرار کرده بودند اطلاعی در دست نیست. قانون اساسی تاجیکستان به کشورهای دیگر سپردن شهروندانش را منع میکند ولی آنها را میتوانند در حدود تاجیکستان برای جنایت‌های در کشورهای دیگر صادر کردهشان به جوابگری جنایتی بکشانند.